دوره های پیغمبر میگوید یک صحابه بود به نام جلیل جبری، بار غلام خود امر کرد که ای غلام، گفت رفته گفت از بازار برای من یک اسب بخر. اون خدمتگار آمدن، جلیل جبری را خدمتگارش آمدن، یک اسب خوبی را دیدن. گفتن چند ارزش دارد؟ گفتن چند میخری؟ گفتن چند ارزش دارد؟ گفت 400 درهم ارزش دارد. گفت بنشگیر نزد مولای من میرویم و حق پول شما را مولای من میدهد. مسلمان ببینین، وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدن، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت به چند میدهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می‌داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندن، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر به من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه، بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمیکنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمیکنم. ببین چگونه عهد میبستند، چگونه یک غم مسلمان میخوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم میزنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمیکنیم، نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگویم؟ از اون برادران نخر که از اونا عیب دارد، از من بخر. امروز حال بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارند، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرن. انشاءالله همون کمی که شما میابین، همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است، از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که تو آرام گذارد، یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتن که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی بین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردن که در معرکه‌ای که با سطر می رویم، برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنیم مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگه ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقت طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟
گفته بود، خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد میگد مولوی که تنت در بستر شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون مویسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن، قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعتی نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنن، تو را اینها ملامت میکنن. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این مویسفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهای که آب میگیرن سرپوشه ندارن، مثل همون هستند. آب بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکنند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است، نه شیخ است، نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست. این نه ساخته ملا هست، نه ایشان است، نه شیخ است. این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای محیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور.
بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با ستر گردد. پشیمان شو که چرا خواهر من بی ستر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکنه. السلام علیکم استاد عزیز حاجی مرزا، خداوند عمر شما را 100 ساله کنه و فقط در راه خدا خدمتگار باشید و فقط حقیقت را بیان کنید. از روزی که شما امر معروف میکنید خیلی بهبودی ها در جوان پسرها و دخترها پیدا شده است و ما با شما افتخار داریم. من چند بار در خانه امان مهمان های رهدوری را قبول کردم که خاصه برای دیدن شما آمده بودند. اکای حاجی، من سوالی دارم. بعضی از جوانهایی که زن دارند نزد یکدیگر خانه‌داری هشان را خبر میدهند و آنها نماز جمعه میخوانند. آیا گناهگار نمیشوند؟ التماس جواب درست و پرره گویید. یعنی این برادر از ما سوال کردند که بعضی از جوان دخترها و جوان پسرهایی که خانه‌دار هستند خانه‌داریشان در بین یکدیگر حکایه میکنند. یعنی چگونه با زنهای خود هم خوابه میشوند، چگونه با شوهرهای خود هم خوابه میشوند، اینها را بین یکدیگر حکایه میکردند. آیا این گناه است یا ثواب؟ پیغمبر خدا میگوید، گوش میاندازیم که حدیثی هم مسلم است هم ابو داود است. ان شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة الرجل یفض الى المرأة و تفض الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر خدا گفتند بدبخترین و بدترین مردها و زنها همان مردها و زنهای هستند که کار شب خود در بین یکدیگر حکایه میکنند. اینها بدبخترین و پسترین زنها و مردها به حساب میروند که نزد یکدیگر از خواب و خیز خود باز حکایه میکنند. باور که از این ده بی‌حیایی وجود ندارد. نخواد که مثال مرد در پیش یک مرد دیگر چگونه با زن خود خواب میکند حکایه کند. این بی‌حیایی است. نخواد زن در پیش زن با شوهر خود چگونه هم خوابه میشود حکایه کند. ابو هریره میگوید بار پیغمبر خدا نماز خواندند و بعد نماز که در مسجد میگوید زنها هم بودند مردها هم بودند. پیغمبر پشت کرد، میگه پشتشان به طرف محراب گردانیدن، روی به سوی مردم گردانیدن، مثل که من با شما نشسته هستم. گفتن ای مردهای امتی من، آیا در بین شما مردهای وجود دارد که همخوابگی خود در بین مردها حکایه کنند؟ ابو هریره میگوید این سوال پیغمبر کردند، تمام مردها خف ایستادند، خاموش ایستادند، کسی از جا نخیست. باز اعلان کردند ای زنهای امتی من، زنها هم در مسجد بودند، ای زنهای امتی من، آیا در بین شما کسانی هستند که چگونه با شوهرهای خود خواب میکنند در بین زنها حکایه کنند؟ میگوید ابو هریره میگوید از بین دخترها دختری کعاب سری زانو خیست و گفت ای پیغمبری خدا، قسم به خدا که در بین زنها گفت زنهای وجود دارد که سیری خدا همخوابگی خدا در بین یکدیگر حکایه میکنند و قسم به خدا در بین مردها هم وجود دارد. گفت پیغمبر گفتند اگر گفت این معامله در بین شما باشد، تصور کنید که مثال شما به چی مانند است؟ به مثالی که شیطان در بین راه با زن خود همخوابه می شود که تمام مردم آنها را نگاه میکنند، چند قدر گناهگار می شوند. انم شباهت شما، تشبیه شما، مثال شما مثل انم شیطان نر و شیطان ماده هست. گفت بسیار بد است، بسیار ناخوب است که انسان سیری خدا همخوابگی خدا باز در بین یکدیگر حکایه میکنند. بسیار کار نادرست است. آخران جواب انشاءالله میگوییم و دعا میکنیم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان اکای حاجی مرزا مراد، من یک مخلص دائمی شما میباشم که نماز جمعه را در مسجد شما میخوانم. از شما خواهش دارم با این سوال من جواب درست دهید. من از ماه ایون سال گذشته صاحب $800 شدم. تا امسال این پول زیاد هم شده است. میخواستم زکات این را همین ماه بدهم و یک دادر دارم 4 سال می باشد که بیماری پادرد یعنی رادیکولیت است. او طالب علم مسجد داملا محمد الله می باشد. من زکاتم را به او دهم می شود. در یک خانه زندگی میکنیم. در آخر از شما خواهش دارم که در حق او دعا کنید، الله به او شفا دهد. التماس
تا اینجا در باز یک جواب یک سوال دیگر در باب ناس و سیگارت گفته است. انشاءالله ما جواب اینها را گفته بودیم که از پشت ناس و سیگارت یک آدم میگوید در راه همون گیری همون سیگارت در دادن شده است و سر خود پس در حالت ماشین هی کردن که یک کودک زده است. یعنی این جوان میگوید که من همینجا کثافتی ناس و سیگارت حس کردم که همان سبب شده این کودک زیر ماشین ما. البته ما از کثافتی ناس و سیگارت به شما خبر داده بودیم که هیچ نیکبختی برای شما ندارد، لیکن سوال اولی که زکات برای دادن خود دهد البته اولا و افضلم همین است که همین برادر همون زکات خودش با همین دادری که بیمار است به این دهد تا که وی رفته تبابت کند، انشاءالله این ده ثواب زیاد میگیرد. یعنی بین دادر و بین اکا، بین خواهر و بین اپا، بین دادر و بین خواهر و اپا، یعنی دادن زکات، عشر، صدقه فطر جایز است، لیکن دادن زکات و صدقه فطر و عشر بین پدر و بین فرزند و بین فرزند و پدر و مادر جایز نیست. بین دادر و خواهر و اپا این زکات هاتون شما میتونین که دین. امروز از همه ده باز افضلتر برادرایی که به دولت هستین، شما آگاه باشین که امروز در کولاب میخواهند که یک کلیسای بنا کنند. این علکه پیشنهاد شده است و البته حکومتدارای ما و شما هم نمیخواهند، لیکن خاتمش هم بی نهایت ناخوب است. در یک خانه تصور کنید که یک برادری تو نصرانی می شود و تو اسلامی هستی، شما دیگر در یک خانه زندگی کردن نمی توانید. کار کنین برادرهایی که با دولت هستین، از سر 100 سامانی در یک ماه گذر کن برای یک همسایه دو همسایه فقیر و بیچاره‌ای که داری، برای همون یک قابچه‌ای که یهودی میدیهش یک قابچه آرد است یا یک کیلو روغن است که همه با پوری میکروب است. همه ما و شما را کسلی کردیم، روز بیماری کرد. همونها را شما خود خرید کنید، در دست همون بیچاره ها دهین. خدا برکت دیدین برادر حاجی رجب علی این محله ما وکیل بودن، قریب 300 سامان همینجا جدا کردن، از همین با دولت های محله جمع کردن، قریب 20 نفر خواجگی همین محله را تقسیم کردن. باز انشاءالله من این طلب دارم و آرزو دارم و در خاطر و در خواهش این برادرم هست که این ما بردوام میکنیم. این کم هم که باشد دادن در کار. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلب های ما و شما را خداوند حاصل بگرداند. ما اینجا چند برادرهای دعا طلب هستند، یعنی میخواهم که در حقشان دعا کنیم. اینجا یک برادر فردوس دیروز آمده بودن اینجا، یک مبلغی گذرانیدن که تا که برای بعض تعمیرهای همین داخل مسجد صرف کنید و از ما دعا طلب کردن. خدای مهربان این خیر احسانش به درگاهش مقبول بگرداند، مرادهاش خدای مهربان حاصل بگرداند و هر مشکلاتی که دارد خداوند مشکلاتش آسان بگرداند. و بابای ادریس که ما که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتن از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی هست. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است، در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه‌ای که در بنی اسرائیل بود، مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدن و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت میکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهکار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتافت و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن
برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت‌های ممکن جمعه‌های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زن او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن، که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. چی فتنه های کلان کردند، چی گونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندن. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گو رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر، گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعدا اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردن تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردن، من این عمل انجام دادم. بین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود.
و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدند سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه نه، جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده، ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش را هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی، راست ایستاده در لباست یا که در تنه‌ات نرسد، هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه، یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاکتوب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد، یا ما و شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای همان بر آمدند و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا،
من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردند. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر، لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعد. این سخن عمر است. بعد آنی که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت یعنی نگاه کند، انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنید. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتند نگفتند، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که عراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسب ها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمده است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردن. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید، برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مومن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند، دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست. با او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است.
اینا پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دستزنی، تو در نزد خداوند رسیا و گناهگار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعداً بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند. اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادرها را خدا نگه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوب نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گناه یعنی صبر خیلی کاملی را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال و حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودن که یعنی گوشت خوک خوردن، امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان، با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی هست، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باقی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است
که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنین. اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن با در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد. یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند، فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت میتواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند، مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان میخوانند و بعضی اشان نمیخوانند، میگویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا به این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاد اختیارم کرده باشند برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود.
زیرا تهیه مسجد خواندن این امر مستحب است، یعنی یک امری هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمیشوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه. نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر که این معلوم است وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدرت لعنت میگوید، از این کلمه قبیح نیست، از این کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنه. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پرگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا اونها را هدایت کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوالی دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم، در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهگار میشوم یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتون التماس کنین، زاره کنین، تولا کنین، اگر اجازت دادن حتمی کاری کنین که آمده جمعه را خوانین. لیکن وقتی که رئیس های شما، سردارهای شما را رخصت ندادند، اجازت ندادند، در گناه شما اونها شریک هستند. و شما می توانید که یعنی بعد ادای جمعه خلیفه جمعه یعنی نماز پیشین ادا کنید. و در باب ناس چند بارها گفتیم که یعنی در دست من یک کتابی هست از یک شیخ عرب، چاپ مدینه هست، که در باب همین مخدرات، چه از سیگاریت و چه از ناس و چه از گیروئین و چه از بنگ و از نشه و از همه اینها صحبت کردگی هست. همه اینها را یک حدیث پیغمبر خدا را دلیل میکند که پیغمبر خدا گفته بود است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام گفت چنین شعار دارد، اسلام ما یک شعار دارد، همه شما دانید، نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعاری تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگاریت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد. لیکن آدمی نازکش دهنش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپ پشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش می آید.
که این بیچاره چی مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زن همون که نفسی او را چخیل نفس میکشیده باشد. خودش کو در یک بلا با او زن هم بیچاره در زندان دچار شدگی است. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم. سلامتی هم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 ساله هم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است. از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش همخوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنتم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگی زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبتهای ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمد است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب گویید. در خانه گربه داشتن ممکن است؟ ممکن است. اگر در خانه کسی که سگ پیغمبر خدا منع کردند، لیکن اگر در خانه که گربه باشد با گربه اجازت دادند. ناخون دست و پا را هر دویش را یک جایه گرفتن درست است یا نه؟ درست است. اگر ناخون دست و پا را در یک مجلس، یعنی در همین روز جمعه، اگر ما و شما تازه کنیم، این سنت است، این بهتر است، این البته افضل تر است. یک کودک 10 ساله را نمازخوان کردن و در وقت نماز سنت را بلند خواندن درست است. بلند البته درست است. برای تعلیم دادن این کودک 10 ساله، یعنی خواندن نماز سنت و خواندن نماز فرض با طریق آواز بلند که تا که کودک تعلیم نماز گیرد، البته جایز است، درست است، یگان ضرر و زیان و گناه ندارد. در وقت نماز فرض
بعد از امام سلام دادن با طرف راست و چپ درست است. در نماز در دستت ساعت باشد درست است. درست است. با ساعت نماز خواندن هیچ گناهی ندارد، لیکن بعد از امام البته سلام میدهیم. بعدی که امام سلام میده السلام علیکم و رحمت الله، شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید، لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهکار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه میشود، اینش باز گناه، یعنی گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور میشوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است، همه اینها از صدای قرآن می گریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتان. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بای در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین صفتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیست. باور که نوای ما تلفظ کرده نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبری خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا می رود یا 2 ساعتی که کینا می رود با چندین زن در همون داخل کینا علاقه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین، همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، 6 ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید.
در محله ما اگر با جنازه خوانهای قطاری یک سامانی دهند، به حاجیان 5 سامانی می دهند. آیا این درست است؟ با احترام، یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی، چی 10 سامانی میدهی، این تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایرا رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که وای طلب کند که مرا 5 سامانی ده یا مرا 10 سامانی ده. من ندیدم تا حال و نشنیدم. وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه‌دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن. وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم. اینها برآمدن، اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشته است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه کرده باشند، یا 7 داده باشند، یا 40 داده باشند، یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند. برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کداممان بای شده نمیتوانیم. برای که شکر خدا 10 تا فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه‌ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند. چه عملی زشت است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است. لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود، ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم. مردنش در میلش راضی هستیم، لیکن از معرکش می ترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد. لیکن معرکه را چه خیلی میکرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که ما در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم. فقط همین در خیال ما فقط نان و معرکش میگذرد. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میابیم پس انداز کردیم برای پدر مادر ما مرده شد. نیست دیگر، ماندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود. اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم. اقلاً 3 بیگینش نابود کنیم. اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی، باور کن فقط گپش همین است. بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. حتی که دست به قرضم زدن. از کجا خیر احسان می شود؟ قرض به قرض خیر احسان کردگی ده، باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخر سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم میشیدیم که از 10 نفر 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق
هر روز پنجشنبه. دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم ان شاء الله ما ایرا از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن، باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده‌ای که ما داریم بر روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دستمان رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداش نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداش بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محلمون معرکه توی عروسی برپا شود، سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستین، خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردید، در جوانی به سوی خدا رجوع کردید، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن عمل های هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنند. از آن جمله نمی شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند تا جایی که اون محله در خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را یک دختری را میبرند، یعنی بر وقتتر میبرند تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است. این پول برای شما، این تله و تاراج کردن، یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه ندین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج.
چنان زینت داشتند وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد 14 ماه بود، میگد یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم، پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودن. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودن. السلام علیکم بابای حاجی میرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی قاش میتراشد؟ نخواه مرد قاش تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون که هست زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن، دیگرش زنهایی بودن که چهره های خودشان در خال میگذاشتن، دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردن. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارن، خالها میگذارن، دندانهای باریک دارن. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین همون من